انشاءالله به مدد امیرالمومنین و با حضور شما بزرگواران به انقلاب حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا وصل خواهد شد. شما عزیزانی که همیشه پای نظام هستید، دشمن ما در ماهواره فضای مجازی همه جا در حال تبلیغ هست که ملت ایران کم آوردن. نه عزیزان، همه واقف به مشکلات هستیم، همه پشتیبان ولایت فقیه هستیم، پشتیبان انقلاب هستیم و انشاءالله تعالی روز 13 آبان ماه، روز مبارزه با استکبار، تودهنی محکمی به آمریکا خواهیم زد، به اسرائیل کودک کش خواهیم زد و شما عزیزان با حضورتون روز 13 آبان ماه تودهنی محکمی به استکبار جهانی خواهید زد. شماهایی که پیرو ابا عبدالله الحسین هستید، پیرو حضرت عباس هستید و با حضورتون پشت استکبار رو به زمین زدین، پوزشون رو به خاک مالیدین و همتون رو به حرم سیدالکریم، رو به حرم حضرت ابا عبدالله الحسین لبیک میگیم و همه با هم میگیم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. دوستان بزرگواران عزیزان، دختر بچه‌ای به نام زهرا نیکبخت اینجا پدر مادرش نگرانش هستن، در جمعیت گم شده. دختر کوچکی به نام زهرا نیکبخت اگر هست، عزیزان بزرگواران بیان بغل استیج تحویل بدن که پدر مادرش از نگرانی رها بشن. دختر خانم به نام زهرا نیکبخت، عذرخواهی میکنم، پدر مادر دختر خردسال زهرا نیکبخت، پدر مادرشون دختر کوچکشون اینجا بغل استیج هست. اگر اینجا حضور دارن صدای بنده رو میشنون تشریف بیارن کنار استیج. دخترشون دختر خانم زهرا نیکبخت اینجا کنار استیج هستن. شما عزیزان و بزرگواران رو، شما بزرگواران رو به خدای بزرگ میخوام بسپارم در این مسیر حسینی که گام برداشتیم و انشالله این مسیر حسینی رو به انقلاب حضرت مهدی انشالله وصل خواهیم کرد با این روحیه استکبار ستیزی که شما عزیزان دارید و با فریاد هیهات من الذله این راهپیمایی رو انجام میدید و در مقابل ظلم زمانه ایستاده اید. همه با هم فریاد هیهات من الذله رو با نیت قربتن الله همه اعلام میکنن: هیهات من الذله، هیهات من الذله، هیهات من الذله، هیهات من الذله. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. و شما را به خدای بزرگ میسپرم با لبیکی که به حضرت ابا عبدالله الحسین خواهید گفت، همه با همین زائرین حضرت ابا عبدالله الحسین: لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. به پیشگاه همه شما بینندگان محترم شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر عرض سلام و ادای احترام داریم. فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان رو به پیشگاه حضرت ولی از صاحب عزای واقعی این روزها و شبها